موج ترکش‌های پرقدرت در این انبار سلاح چخی در سال 2014 تا حال احساس می شود. همکنون مقامات چخ با تکیه به معلومات اکتشافی میگویند که ترکش‌های مرگبار کاری دست جاسوسان روس بود و در پاسخ 18 دیپلمات روس را از خاکشان بیرون کردند. این یک حادثه بی‌سابقه است و از این خاطر رئیس سنات چخ میلوش ویسترچیل هم با یک شیوه بی‌سابقه صحبت کرد. اگر این اثبات شود ما باید فعالیت خدمات مخفی روسیه را همچون یک عمل خیلی جدی تجاوز و دشمنی ارزیابی بکنیم که حتی میتواند همچون یک عمل تروریسم دولتی ارزیابی شود. ترکیش سال 2014 وربیتیتس 50 تن مهمات نظامی و جان 2 نفر را از بین برد. صدها نفر به جای دیگر کج داده شدند. سالهای زیاد سبب ترکیش معین نبود تا زمانی که روز شنبه گذشته نخست وزیر اندری بابیش به طور سریع نشستی مطبوعاتی تشکیل کرد و گفت بر پایه دلیل‌های ردناپذیری که مفتشان خدمات امنیتی ما به دست آوردند من میتوانم بگویم که افسران خدمات جاسوسی نظامی روسیه یا خود گرو واحد رقم 29155 میتوانند در ترکیش انبار وربیتیتس در سال 2014 دخالت کرده باشند. این خود همان واحد نظامی است که در حمله به سابق جاسوس دوگانه روس سرگئی اسکریپال با استفاده از زهرین نویچوک در شهر سالیزبوری بریتانیا در سال 2018 گمانبر دانسته می شود. پلیس چخ 2 جاسوس احتمالی روس را مورد پیگرد قرار داد. اینها عین همان 2 مرد می باشند که برای تشکیل حمله در شهر سالیزبوری از جانب بریتانیا هم جستجو می شوند. اعضای همین واحد نظامی اینچنین در تلاش کشتار یک تاجر سلاح در بلغارستان گمانبر می شوند. در این حادثه سال 2015 زهر از دسته در ماشین او پیدا شد. مقامات بلغارستان یک افسر گرو را در غیبش برای تلاش کشتار گمانبر اعلام کردند ولی بعداً تحقیق پرونده بازداشته شد. مطبوعات چخ گفت که مرد مورد هدف حمله قرار گرفته یمیلیان گبریف است که پیش از ترکیش در انبار وربیتیتس در اینجا سلاح و مهمات فرمایش داد و نیت داشت که آن را به اوکراین فروشد. وزیر امور داخلی چخ یان هماچی گفت که با مقامات بلغارستان در این زمینه همکاری جریان دارد. در یک برنامه سیاسی تلویزیونی چخ اکثر حزب‌های مخالف سیاسی در این کشور از کار حکومت پشتیبانی کردند ولی وکیل کمونیست لیو لوزر گفت که دلیل اتهامات پیشکش نشده است. این چی گپ است؟ مطبوعات بدون دادن اطلاع شور و ولوله برپا کرده است. مردمی با مسئولیت باید اطلاع کافی پیشکش کنند. مسکو تهدید کرده است که برای اخراج دیپلمات‌هایش قصاص می‌گیرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارова اتهامات مقامات چخ را یک نیرنگ بازی نامید. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ناتو از عمل‌های جمهوری چخ پشتیبانی کردند. شام 18 اپریل همچون رمز خون ریخته قربانی‌های ترکیش سال 2014 فعالان چخ دیوارهای سفارت روسیه را در پراگ افشوره پامیدار مالیدند. اتهام بسیار تندلحنی مقامات چخ از یک بحران عظیم در رابطه‌های دو کشور درک می‌دهد که از زمان سقوط کمونیسم مثلش را ندیدند.